سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قرار با هم دیگه یکی از بهترین ماشین‌های تاریخ آدیو بررسی کنیم. شاید فکر کنید بهترین ها مدل‌های دیگه‌ای باشن مثل RS4، RS7 یا حتی TT، ولی R8 با اختلاف محبوب ترین و حتی میشه گفت بهترین ماشین تاریخ آودیه. بریم ما هم بررسیش کنیم. R8 مدل 2016 یکی از اون ماشینایی که هر چقدر ما بهش بیشتر میپردازیم، بیشتر در موردش بدونیم، بیشتر بهش علاقه‌مند میشیم. شاید از بیرون فقط یه سوپر اسپورت خوشگل باشه، ولی وقتی بریم سراغ جزئیاتش واقعا میفهمیم چرا بعد از نسل 2010 2016 و الان هم حتی طرفدارای خاص خودشو داره. اول از همه بریم سراغ موتورش. این ماشین یک موتور 5.2 لیتری V10 تنفس طبیعی داره که مثل موتور یکی از ماشیناست. بله، هوراکان. توربو شارژ نداره، سوپر شارژر هم نداره، فقط حجم موتور، دور موتور بالا و صدای قشنگش. نسخه معمولیش 540 اسب بخار و نسخه پرفورمنسش یا همون پلاس به اصطلاح حدود 610 اسب بخار تولید میکنه. و بله، از اونجایی که موتورهای آودی و فولکس واگن با هم دیگه ارتباط خوبی دارن، این موتور هم رفته روی لامبورگینی هوراکان. یک نکته خیلی جالب در مورد این موتور هستش که اسمش EA824 هست، یکی از معروفترین موتورهای V10 دنیا. این موتور فقط روی R8 و هوراکان نصب نشد، بلکه روی نسخه‌های مختلف هوراکان مثل تنسیا، STO، ایوو و چند مدل دیگه هم استفاده شده. حالا چیزی که در مورد این موتور هستش و خاصش میکنه قدرتش نیستش. الان تقریبا همه شرکت‌ها رفتن سمت موتورهای توربو، چون هم آلاندگی کمتری داره، هم مصرف سوخت بهتر، ولی این موتور هنوز تنفس طبیعیه. یعنی هرچی دور موتور بالاتر، قدرت بهتر، به قولی هیجان انگیزتر میشه برای راننده. دور موتورش نزدیک به 8700 دور در دقیقه میرسه و هرچی به رد لاین نزدیکتر میشی صداش هم واقعا دیوانه کننده میشه. خیلی هم میگن صدای این موتور از خیلی از سوپر اسپورت های امروزی جذاب‌تره و بله، منم واقعا در مورد این باهاشون موافقم. یه ویژگی باحال دیگه هم که داره، وقتی آروم رانندگی میکنید موتور به صورت خودکار 5 تا از سیلندرها رو خاموش میکنه تا مصرف سوخت کمتر بشه. ولی همون لحظه که پاتو میذاری روی گاز، هر 10 سیلندر دوباره وارد مدار میشن و همه قدرت موتور در اختیار قرار میگیره. قدرت هم از طریق گیربکس 7 سرعته، 2 کلاچ استرانیک منتقل میشه و سیستم معروف کواترو هم باعث میشه ماشین توی پیچ ها و شتابگیری فوق العاده پایدار باشه. اما یه سوال میاد اینجا، چرا آودی اینو ساخت؟ مدل‌های خوبی هم داشت، TT رو داشت، سری RS4 هم داشت، ولی جوابش خیلی ساده است. آودی میخواست ثابت کنه به بقیه که فقط یه شرکت سازنده سدان‌های لوکس نیست. میخواست وارد دنیای سوپر اسپورت‌ها بشه و نشون بده میتونه با برندهای بزرگی مثل فراری، پورشه و حتی لامبورگینی رقابت کنه. جالبتر این که R8 تنها خودروی موتور وسط تولید انبوه تاریخ آودیه. خیلی ساده است، یعنی موتور پشت راننده قرار گرفته، دقیقا همون چیزی که توی بیشتر سوپر اسپورت های واقعی می‌بینیم مثل فراری 458، هوراکان و حتی نسخه قدیمی لامبورگینی مثل مورسیلاگو یا گایاردو. یه دلیل دیگه هم که باعث محبوبیت R8 شده و برخلاف خیلی از این سوپر اسپورت هاست، این رو میشه به عنوان دیلی درایو هم استفاده کرد، استفاده روزانه.
کابینش راحت‌تره، دید راننده بهتری داره، کیفیت ساختش فوق‌العاده بالاست، از جمله چرمای داخل و حتی چرمای دور فرمون و برای دیلی درایو بسیار فوق‌العاده است. استهلاکش هم نسبت به بقیه و همون رقیبه‌هاش کمتر. برای همین خیلی‌ها بهش میگن سوپر اسپورتی که واقعا میشه هر روز سوارش. به نظر من چیزی که R8 مدل 2016 رو خاص کرده اینه که آخرین نسل از یک تفکر قدیمی، زمانی که هنوز صدای موتور از هر چیز مهمتر بود، نه نمایشگرهای بزرگ، نه سیستم‌های برقی و نه توربوهای سنگین، فقط یه موتور ویتن تنفس طبیعی که با هر بار گاز راحت لبخند رو روی لباتون می‌آورد. و شاید دقیقاً به خاطر همین خاطره که هنوز هم خیلی‌ها معتقدن R8 یکی از بهترین سوپر اسپورت‌های تاریخ مدرنه. ماشینی که هم تکنولوژی داره، هم قابل اعتماده و هم یکی از آخرین ویتن‌های تنفس طبیعی دنیا هستش. و الان هم دو تا بازی قیمتی ما داریم، نسخه 2010 و نسخه 2016. نسخه 2010 از حدود 60,000 یورو شروع میشه تا 100,000 یورو. ولی نسخه 2016 کمی میدونید پول بیشتری میخواد، البته یکم هم نه، خیلی پول بیشتری میخواد. نسخه 2016 از 150,000 یورو شروع میشه تا بالایی که نسخه های اسپورتش هستن. ولی این ماشین واقعا ارزش خرید داره چون خیلی استهلاک کمتری داره، همونطور که اشاره کردیم، و همینطور یک ویتن تنفس طبیعی هم داره. و اینکه نسل‌های جدید آودی اگه بخوایم بررسی کنیم، کمی این TT که قراره بیاد کمی جالب نیستش. بله، ولی در کل بخوام بگم آودی R8 ماشینی که حتی توسط تونی استارک هم تو سری فیلم‌های مارول آیرون من استفاده می‌شد، واقعا ماشین آیکونیک و خاصی هستش. ماشینی که خیلی طرفدار داره و از جمله خودم خیلی دوستش دارم و قطعاً یکی از بهترین سوپر اسپورت های تاریخه. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدارتون.